بالاخره حرمتی هست که ما باید این احکام رو رعایت کنیم. ما هر ورزش و هر ورزشکاری رو نمیتوانیم تماشا کنیم، برای من حرام است. از ورزش هایی که نمیتوانیم نگاه کنیم و حرام است برای چشمان ما خواهران، مثلا کشتی هست. کشتی وقتی که دو مرد جوان با هیکل بسیار رستموار، با سینه ستبر، با شورت‌های خیلی تنگ در زمین با هم می جنگن و بالاخره کشتی می گیرند و بدن یکدیگر را لمس می کنند، خب اون برای چشمان ما خیلی حرام است که ما خدایی نکرده باسن آنها را ببینیم، ما تحتتانش را ببینیم، سینه ستبرشان را ببینیم. خب خیلی برای چشمان ما حرام است. اصلا پخش کردن چنان ورزشی از شبکه زنده یا مرده حرام است. یعنی شما از تلویزیون هم اگر نگاه کنی حرام است برای چشمان شما. یا شناگری که در آب می پرد، تنوکی خودش رو خیس می کند، در آب شیرجه می زند، نفسی می کشد بالا می آید، دوباره بر زیر آب می رود و یک موی تکان می دهد و یک سینه‌ای نشان می دهد. خب اون برادر برای چشمان ما خیلی حرام است. البته وحی است که میگوید اگر ما با یک چشم نگاه کنیم، اینطوری نگاه کنیم، آن حلال است. پس اگر ما برادرای کشتیگیران را از تلویزیون اینجوری نگاه کنیم، عیبی ندارد. عرقشان را بشماریم، سینهشان را نگاه کنیم، ما تحتشان را، بسیار خوب است. یا اون برادری که بادی بیلدر هست که شلوار تنگ می پوشد، شورت های تنگ، بدنش را روغن می زند، بر زمین می رود، دنبل را بلند می کند، مثل رستم بالا می آید. خب اون برای چشمان ما خیلی حرام است، نباید نگاه کنیم. حکمی هست، احکامی هست. البته همانطور که گفتم فرق می کند اگر شما با یک چشم نگاه کنی یا با دو چشم نگاه کنی. من که با 3 چشم نگاه می کنم، اون حلال است. بله حلال است. ما در این نوع ورزشگاه‌ها و دیدن این ورزش‌ها، چه به صورت زنده در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها، چه از پشت تلویزیون، چه از حالا به صورت غیر زنده‌اش، خب حرامه. مثل شنا، مثل حالا کشتی هست، مثل وزنه برداری هست. اینها بالاخره حرمتی داره که ما باید تمام این احکام و شرایط رو رعایت کنیم. پس یه بخشی از مسئله کنار گذاشته میشه. ما بقیه ورزش ها به نظر من با 2 دسته هستن. برخی از ورزش ها هستن که فی نفسه خودش مشکل نداره، اینکه لباس ها پوشیده است یا اینکه خود ورزش فی نفسه مشکل نداره، ولی شرایطی که حادث شده ایجاد مشکل میکنه. مثلا در برخی از مسابقات فوتبالی که حالا